سلام دوستان، موتور کیا اپتیما 2015 با حجم موتور 2400 MPI. نحوه تایمگیری و یه توضیح کوتاه بدم برای اون دسته از دوستان که میخوام بدونم به چه صورته. اینجا مجموعه کامل اویل پمپ و بالانسر رو داریم که یه نقطه روی دنده بالانسر و یه شاخص روی بدنه پوسته بالانسر که موازی هستش، این دوتا، و شفت بالانسر یه شیار داره که باید موازی پوسته بدنه خود اویل پمپ قرار بگیره. این تایم بالانسر یا اویل پمپ. تایم میل سوپاپ، یه نقطه روی میل سوپاپ هوا داریم، یه نقطه روی میل سوپاپ دود داریم. روی زنجیر تایم اگر نو باشه خودش علامت داره، اگر هم نه که این علامت رفته باشه، علامت حالا من زدم مشخص باشه، باید از این نقطه دنده تایم میل سوپاپ تا این نقطه میل سوپاپ دود، این دنده باید 17 تا دونه باشه. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا دندونه قرار میگیره. و میل لنگم یه دونه رو دنده دومی میل لنگ یه نقطه است که باید با این علامت روی زنجیری که زدم باید 37 تا باشه، یعنی از دنده میل سوپاپ هوا، از میل سوپاپ هوا تا میل لنگ باید 37 تا دندونه باشه. 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 اینم 37 تا دندونه. این میشه تایم میل سوپاپ با میل لنگ. میل لنگ هم که این خاره فول سر میل لنگ باید با این کف پوسته سیلندر موازی باشه و تایم زنجیرش هم به همین صورت که توضیح دادم. تایم اویل پمپ هم که یه زنجیر داره که من مشخص کردم با رنگ که معلوم باشه. از روی این نقطه تا روی نقطه میل لنگ باید 15 تا دندونه باشه. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 و این نقطه 15 تا. این هم میشه تایم بالانسر یا اویل پمپ موتور MPI 2400 اپتیما.